همپوشانی سلطنت و ولایت مطلقه در ایران. از یک سو تجربه شکست خورده جمهوری اسلامی در حکومتداری و از سوی دیگر فقدان اعضا و جامعه مدنی فعال و تأثیرگذار برای معرفی آلترناتیوی در فردای فروپاشی جمهوری اسلامی باعث شده در سپهر سیاسی ایران اقلیتی کوچک با استفاده از چند رسانه مشخص بازگشت دوباره سلطنت را آن هم از نوع پهلوی دوباره مطرح کند. فارغ از بخش‌های اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی بخش برون مرزی وزارت اطلاعات در برجسته کردن بازگشت دوباره سلطنت، مرور متون تاریخی و نگاه به گذشته بر این امر صحه می‌گذارد که بازگشت دوباره سلطنت از شاله به چاه افتادن است. حکایت 100 و چند ساله سلطنت و حکومت اسلامی در واقع یک منشأ دارد و آن هم مشروعیت حکومت ایزدی و الهی است، به طوری که مردم منبع و منشأ قدرت حکومت نبوده و نیستند و به تبع آن حق مشارکت در تعیین سرنوشت خویش را ندارند. الهی بودن منبع مشروعیت حکومت ریشه در نظام سلطنتی دارد که از زمان هخامنشیان به بعد متداول گشت و در زمان قاجارها دین و روحانیت رسما منبع مشروعیت قدرت شاهان گردید و این روند در دوره پهلوی‌ها و با تلاش بیوقفه آنها تثبیت و ترویج یافت. الهی بودن حق حاکمیت را برای اولین بار در ایران میتوان از زبان داریوش هخامنشی شنید که میگوید اهورامزدا این پادشاهی را به من اعطا کرد و همین گفته مبنای مشروعیت قدرت حاکمان در بیش از 2500 سال بوده است. دین مهمترین و کارآمدترین ابزار سلطنت در طول تاریخ بوده که حاکمان را به عنوان شخصی برتر و مافوق تمام اعضای جامعه در صدر جامعه قرار میدهد. پیوند دین و سیاست به تنهایی مختص نظام دینی نیست، بلکه پایه و اساس اصلی نظام سلطنتی محسوب می شود. در نظام سلطنتی شاه نگهبان و پاسدار شریعت است و وظیفه وی ترویج قوانین و شعائر دینی است که می توان به کتاب عهد منتسب به اردشیر ساسانی و کتاب آداب سلطانی اشاره کرد. همچنین اصطلاح قبله عالم نشان از وابسته بودن نهاد سلطنت به دین است که کاملا مستقل از اراده مردم و جامعه است. قدرت نهاد دین و طبقه روحانیت در نظام پادشاهی به حدی رسید که روحانیت را به این فکر انداخت که تاج را به جای پادشاه بر سر خویش بگذارد. چون این نگرشی تنها به حوزه سیاست ختم نشده و بلکه آن را در شاهنامه نیز به وفور میتوان دید. شاهنامه همانطور که از نامش پیداست با ستایش شاهان و سلطنت آغاز می شود و در آن خبری از مردم نیست. از نظر شاهنامه کشورداری مطلوب بر پایه دین قرار دارد و گشتاسپ نمونه آرمانی چنین شاه ایدئالی در شاهنامه فردوسی است. در این رابطه برنارد لوئیس شرقشناس مشهور معتقد است که رویکرد ایرانی‌ها به پادشاهی اساساً دینی و مذهبی است. به همین دلیل است که بعد از 200 سال اصلاحات و مبارزه استبداد هنوز هم دغدغه اصلی امروز ایرانی‌ها محسوب می‌شود. سلطنت رضاخان پهلوی و پسرش نیز برخلاف تبلیغاتی که امروز وجود دارد از این امر مستثنا نیست. عین السلطنه در این باره در خاطراتش می‌نویسد در شب عاشورا دسته‌های مفصلی در حرکت کردند. رضاخان نیز ناظر بر حرکت دسته ها بود. دسته های عزاداری ارتش نیز با موزیک در حرکت بودند و به سر و سینه خود می‌زدند و فریاد سر می‌دادند اگر در کربلا قزاق بودی حسین بیاور و تنها نبودی. حسین بدلا نیز از نزدیک رضاخان و دسته های عزاداری قزاق‌ها را دیده و در خاطرات خود می‌گوید خود رضاخان مانند فرفره به همه جای ستون سر می‌زد و در حالی که گل به پیشانی مالیده بود قزاق‌ها را مرتب می‌کرد. در جای دیگر می‌نویسد رضاخان مقابل آخوند سید کمال روی زمین نشست و گفت این قزاق‌ها همه یاران شما و امام زمان هستند، آمده‌اند تا سر بسپارند. محمد رضا پهلوی هم همواره در سر سفره 7 سین تصویر و تمثال بزرگی از امام علی قرار میداد تا ارتباط خود با مولای شیعیان را به رخ رقیبان بکشد و همواره در راه زیارت امام هشتم سر از پا نمی‌شناخت. او در دوران سلطنت خود به ترویج و اشاعه شعائر دینی پرداخت و به آن افتخار می‌کرد. و از سوی دیگر جلوس شاهان ایرانی بر تخت سلطنت از ساسانی گرفته تا هخامنشی و صفوی و قاجار و پهلوی با خشونت و نسل کشی در حد و اندازه جنایت مغولان همراه بود. اشاره به چند مورد در زمان سلطنت پهلوی برای اثبات این ادعا کافی است. استفانی کرونین در کتاب سپاه و حکومت پهلوی می‌نویسد رضاخان در جریان سرکوب لرها در لرستان خوانین بویر احمدی را با دادن وعده‌های تأمین جانی و سوگند به تهران کشاند و همه آنها را به قتل رساند.
از طایفه بهمنی در کهگیلویه 97 نفر را در یک روز کشتند که بچه 13 ساله نیز در میان کشته شدگان بود. رضاخان همچنین در جریان تحکیم قدرت خود 400 نفر در اهواز را حبس کرد و 300 نفرشان را به قتل رساند. رضاخان میرپنج همچنین در قبال مردم به نسل کشی دست زد و در میان نخبگان نیز اقدام به نخبه کشی کرد. از معروفترین نخبگان آن دوران میتوان به سردار اسعد بختیاری اشاره کرد که به پدر دموکراسی خواهی شهرت دارد. سردار اسعد در زمان استبداد صغیر و همزمان با حکمرانی محمد علی شاه قاجار به مبارزه با استبداد برخاست و رهبری اهالی زاگرس را بر عهده داشت و نقشی مهم و اساسی در شکست استبداد صغیر و محمد علی شاه ایفا کرد. اما سرانجام به فرمان رضاخان و توسط پزشک احمدی با آمپول هوا در سیاه‌چاله‌های رضاخان به قتل رسید. سپهدار تنکابنی از دیگر رهبران مبارزه در زمان استبداد صغیر که به نخست وزیری مشروطه هم رسید، به همراه پسرش از ترس دستگیری و مرگ با آمپول هوا خودکشی کردند. از دیگر نخبگان برجسته آن دوران میتوان به علی اکبر خان داور اشاره کرد که او نیز از ترس رضاخان و پزشک احمدی دست به خودکشی زد. میرزاده عشقی، فرخی یزدی، دکتر تقی ارانی، تیمورتاش و نصرتالدوله فیروز فرزند فرمانفرمای معروف و برادر مریم فیروز معروف به شاهزاده سرخ و بسیاری دیگر همچون کلونل آزادیخواه محمد تقی خان پستیان همگی به فرمان رضاخان به قتل رسیدند. آنهایی هم که نجات یافتند به حصر خانگی و زندان و در کلبه حاشیه رانده شدند که میتوان به ملک الشعرای بهار دکتر محمد مصدق و فروغی اشاره کرد. همچنین کرونین می نویسد سرهنگ دولو از فرماندهان ارتش پهلوی در دشت ترکمن در هر دهکده‌ای تعدادی مردم را به دار آویخت، اموالشان را غارت کرد، به زنانشان حد حرمت کرده و جواهراتشان را سرقت نمود. در همین رابطه ویلیام داگلاس آمریکایی در کتابی با نام سرزمین شگفتی می نویسد فرماندهان سپاه رضاخان سر جوانان لرستان را قطع می کردند و بدن آنها را روی سینی‌های داغ و سوزان می انداختند تا جنازه چند قدم بدود، سپس بر سر قدم‌های آنها شرط بندی می کردند. وی در ادامه همان کتاب میگوید در حمله به عشایر لرستان سربازها به هر بچه‌ای که میرسیدند لوله هفتیر را روی شقیقه او میگذاشتند و مغزش را متلاشی میکردند. داگلاس در نهایت اسکان و سرکوب عشایر را بسیار وحشیانه توصیف میکند. پهلوی دوم نیز در طول سلطنت خود همه احزاب و چهره‌های دموکراتیک و آزادیخواه را سرکوب و خانه‌نشین یا روانی زندان کرد. در این میان چپ‌ها را به صورت تمام عیار و خونین سرکوب کرد و در عوض به رواج لومپنیسم پرداخت. به خصوص بعد از کودتای 28 مرداد پروژه لومپنیسم با جدیت بیشتری دنبال شد و به عرصه‌های فرهنگی و هنری همچون سینما نیز سرایت کرد. لومپن‌ها حتی در عرصه سیاسی دست به ایجاد حزب سیاسی زدند که میتوان به حزب ذوالفقار اشاره کرد که توسط ملکه اعتزادی از خانم رئیسه های محلی قلعه با پشتیبانی شعبان جعفری تأسیس شد و به فاصله اندکی هزاران لومپن و کلاه مخملی به عضویت آن درآمدند. آنها جریان اصلی و پشتیبان کودتا در 28 مرداد بودند. موارد گفته شده تنها بخش کوچکی از جنایات صورت گرفته توسط نهاد سلطنتی و طالبان سلطنت است. آنچه امروز طالبان سلطنت بر آن تکیه می‌کنند، بلکه جنایات سلطنت عادی سازی شود، توسعه زیرساخت‌های کشور و نظایر آن در زمان پهلوی است. چیزی که روند معمول توسعه و کشورداری در جهان آن روز بوده، به طوری که دانشگاه کابل چند سال قبل از دانشگاه تهران تأسیس شده بود. ترکیه و مصر نیز چند سال پیش از ایران پروسه توسعه را آغاز کرده بودند. استفاده از این استدلال و حربه تبلیغاتی همانقدر معتبر است که جمهوری اسلامی به برق‌رسانی و توسعه راه‌ها و نهضت سوادآموزی به کلیه مناطق ایران متوسل می‌شود. هیچ انقلابی برای سلطنت و احیای سلطنت نبوده، بلکه هر گونه انقلاب و جنبش اصلاحی و دموکراتیکی علیه استبداد شاهی و نظام سلطنتی بوده است. در واقع سلطنت و سلطنت طلبان همیشه در جبهه ضد انقلاب بوده و صفارایی کردند. در این رابطه جنبش مدرن آزادیخواه و دموکراتیک زن زندگی آزادی یک جنبش ترقیخواه و ضد استبدادی است که هیچ سنخیتی با استبداد و حکومت مورثی چه از نوع سلطنتی آن یا هر نوع دیگر از نظام استبدادی ندارد
و آمده است که به چرخه باطل استبداد و خشونت تاریخ معاصر پایان دهد.